beamer, that's a big deal. الان این قابو من چطوری توصیف کنم؟ این دختره یا پسر یا هم که جندر؟ اگه با لامبو هم میومده همین حرفو می‌زدم. نه دیگه اون آره 100%. تو گاه خوردی. بعد دیگه من تتوات درست کنم. آخه شماها کجاتون به یک دختر میخوره؟ شما مثلا چی؟ زیبا تو بودی؟ با کیه بی تربیت؟ اون کسی که از رفتارتو عوض کنی چی عوض میکردی؟ توشه باشه کونی. آدم عصبی هستی؟ توشه وقتی که عصبی میشی چیکار میکنی؟ توشه حاضری به خاطر کسی که دوستش داری انتخاب کنی؟ انتخابت اون طرف هستش خب این تو پاک می‌کنی. وقتی آدم داخل روی رابطه میره باید پسورد همه چیه همدیگه رو داشته باشن یا نه؟ آره